یک صحابه و حضور رسول الله آمد صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله جنت کجاست؟ گفت الجنت تحت اقدام الامهات. جنت زیر قدم، زیر پای مادر و پدر است. ایره میگن جنتی؟ نه. که رفتی بخیر مادر و پدر چند نفر زنده است بخیر ما ببامیم؟ بگوین الله اکبر. و اونهایی که وفات شده از اینجا که برآمد 2 رکعت نماز میخوانه، گریه هم میگیره، خیلی بیچاره مادرش نیست، پدرش نیست، نیم پاره قرآن میخوانه، همین تو قرآن که جمع میکنه، های مادر جان چی کنم نیستی دیگه. او الله نیم پاره قرآن خواندم به روح مادرم برسان. نامش چیست؟ اونایی که زنده هستن خود سبحان الله ناشکری نکنن. که رفتی به طرف پاهای مادرت نگاه کن، بچه چی نگاه میکنی؟